کدوم قرص و دارو برای درمان بزرگی پروستات بهتره؟ امروز می‌خوایم توی این ویدیو یه سری قرص و دارو معرفی بکنیم که برای بزرگی پروستات محشره. پروستات بخشی از دستگاه تناسلی مردانه که در تولید مایع منی نقش داره. غده پروستات بسیار کوچکه اما در دوره نوجوانی سایز آن 2 برابر میشه. پس از 25 سالگی مجددا به رشد خودش ادامه میده. بزرگ شدن بیش از حد پروستات منجر به بیماری به نام هایپرپلازی خوشخیم پروستات میشه. علت بزرگ شدن پروستات: افزایش سن رو مهمترین عامل بزرگ شدن پروستات از نوع خوشخیمش میدونن. با این حال تغییرات هورمون‌های جنسی در مردان، سابقه ژنتیکی مرتبط با پروستات و ناهنجاری‌های بیضه نیز در بروز این مشکل تاثیرگذاره. بزرگ شدن پروستات در نهایت موجب میشه تا جریان ادرار از مثانه محدود بشه و علائمی نظیر این موارد رو مشاهده بکنید: تکرر ادرار، تخلیه ادرار با مشکل، ادرار قطره قطره همراه با درد، ادرار کردن با اعمال فشار زیاد، عفونت مجاری ادراری، بی اختیاری ادرار و ادرار خونی. خوشبختانه قرص و داروهای وجود دارن که میتونن به درمان پروستات شما کمک بکنن. قرص اولترالیکوپن ویتابیوتیکس 200 میلی گرم عصاره گوجه فرنگی در این قرص به کار رفته که 15 میلی گرم لیکوپن خالص رو در اختیار بدن شما قرار میده. لیکوپن چیه؟ لیکوپن یک ماده مغذی گیاهیه که خواص آنتی اکسیدانی فوق‌العاده قابل توجهی داره. لیکوپن رنگدانه‌ایه که به میوه‌های قرمز و صورتی مثل گوجه فرنگی و هندوانه رنگ میبخشه. گوجه فرنگی حاوی مقادیر بالای لیکوپنه و اگه به صورت پخته از اون استفاده بشه، لیکوپن با سهولت بیشتری در دسترس خواهد بود. قرص اولترالیکوپن با غنی بودن از ماده ارزشمند لیکوپن در بهبود مشکلات پروستات بسیار مؤثر عمل میکنه. کافی است روزانه 1 تا 2 عدد از این قرص رو بخورید تا از مزایای اون برای تقویت سیستم ایمنی، قلب و پوست نیز برخوردار بشید. این قرص فاقد رنگ‌های مصنوعی گلوتون، مواد نگهدارنده، لاکتوز، نمک و مخمر بوده و با محافظت از بدن در برابر رادیکال‌های آزاد، استرس اکسیداتیو را از بین برده و به حفظ سلامت سلول‌ها کمک می‌کنه. قرص گیاهی پروستاتان گلدارو به عنوان بهترین قرص درمان پروستات، این بار یک داروی گیاهی به نام قرص پروستاتان رو به شما معرفی می‌کنیم. این قرص در بهبود و کنترل بیماری هایپرپلازی پروستات مؤثر بوده و علائمی همچون تکرر ادرار و احساس سوزش و درد به هنگام دفع ادرار رو تسکین میده. روزی 3 بار، هر بار 1 تا 2 عدد قرص رو بعد از غذا باید میل کنید تا شاهد اثرات بی‌نظیر این محصول باشید. البته دقت کنید که حداقل 6 تا 12 هفته باید به مصرف این قرص ادامه دهید تا دوران درمان تکمیل بشه. کپسول پروستاباریژ: اگه به دنبال بهترین قرص درمان پروستات هستید، کپسول نرم پروستا 390 میلی گرم باریژ رو میتونید امتحان بکنید. این محصول به بهبود عملکرد پروستات در هایپرپلازی خوشخیم پروستات کمک میکنه. اگر روزانه 1 عدد از این کپسول را مورد استفاده قرار دهید، پس از مدتی شاهد کاهش علائم بزرگ شدن پروستات خواهید بود. روغن بذر کدو و ویتامین ای اجزای فعال در این فرآورده هستند که بهبود مشکلات مربوط به پروستات را مقدور می‌کنند. پیشنهاد کارشناسان اینه که حداقل 3 ماه متوالی بعد از این کپسول استفاده کنید تا اثرات مثبت اون رو ببینید. قرص ویلمن پروستات ویتابیوتیکس: پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با پروستات و محافظت از سیستم تولید مثل مردان با مصرف قرص ویلمن پروستات به خوبی امکان پذیره. در این قرص از ترکیبات گیاهی مثل عصاره تخم کدو، سویا و چای سبز استفاده شده
و علاوه بر اونها ریز مغذی‌هایی همچون زینک، منگنیز و برخی از ویتامین‌های گروه B نیز وجود دارد. لیکوپن اصلی ترین ترکیب موجود در این فرآورد است. به منظور عملکرد پروستات بهتره، به طوری که در هر 2 عدد از این قرص 100 میلی گرم لیکوپن وجود داره. قرص ولمن پروستات روزانه 2 بار باید مورد استفاده قرار بگیره و در تقویت سیستم ایمنی مردان نیز مفید خواهد بود. کپسول پروستاویتال هلس اید ترکیبی از ویتامین ها، املاح معدنی و اسیدهای آمینه در کنار ترکیبات مؤثر گیاهی مثل لیکوپن موجب شده تا به عنوان بهترین قرص درمان پروستات از این محصول نیز بتوان نام برد. کپسول پروستاویتال به حفظ سلامت پروستات کمک کرده و وضعیت سلامت جنسی آقایان را بهبود می‌بخشد و در نتیجه سیستم ادراری نیز به شکل بهتری میتونه عملکرد خودش رو انجام بده. بیماران مبتلا به دیابت و عدم تحمل به لاکتوز نیز میتونن از این کپسول استفاده کنند. مواد مغذی موجود در این کپسول سبب میشه تا احتمالاً از رشد سلول‌های سرطانی در پروستات جلوگیری بشه. ویتامین ای، ویتامین C، روی، سلنیوم و منیزیم از مهمترین ریزمغذی‌های در این محصول هستند. این کپسول روزانه 1 عدد بعد از غذا باید مورد استفاده قرار بگیره. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اما بهترین درمان برای بزرگی خشکم پروستات مراجعه به پزشک و تشخیص مشکل شماست.